اگر خدا وجود داشت چرا این همه ظلم، جنگ و رنج در دنیا هست؟ سلام بر جویندگان حقیقت. امروز بیش از هر زمان صدای کسانی را میشنوم که با لبخند میگویند خدا این فقط یک افسانه قدیمی است. ولی آیا می شود این همه زیبایی، این همه نظم، این همه قانون دقیق از دل هیچ پدید آمده باشد؟ ما برای ساخت یک تلفن همراه صدها مهندس و سالها تلاش می کنیم. پس این جهان با میلیاردها کهکشان سازنده نمی خواهد؟ بیایید امروز یک گام دیگر در سفرمان به سوی حقیقت برداریم. عده‌ای می گویند اگر خدا وجود داشت چرا این همه ظلم، جنگ و رنج در دنیا هست؟ سوالی که شاید در نگاه اول قوی به نظر برسد، اما اگر کمی عمیق‌تر فکر کنیم می‌بینیم که وجود همین پرسش خودش دلیلی بر وجود خداست. چرا؟ چون اگر خدایی نبود چرا اصلا باید از ظلم و رنج ناراحت شویم؟ مگر در جهانی بی هدف درد و خوشی چه فرقی دارند؟ ما در درون خود حس عدالت را بی هیچ آموزش رسمی پیدا می کنیم. از کودکی وقتی کسی حقمان را می گیرد می دانیم که این ناعادلانه است. این حس از کجا آمده؟ تصادف کور یا اثری از خالقی عادل در فطرت ما؟ بعضی ها می گویند دلیل همه چیز را علم توضیح می دهد، اما علم فقط چگونگی را توضیح می دهد، نه چرایی را. علم می گوید باران چگونه می بارد، اما نمی گوید چرا اصلا قانونی وجود دارد که باران را ممکن کرده است. علم می گوید که DNA چگونه کار می کند، اما نمی گوید چرا این کد شگفت انگیز وجود دارد. رنجها امتحانند و گاهی مسیر بیداری. همانطور که آتش طلا را خالص می کند، مشکلات هم دل انسان را آماده دریافت حقیقت می کنند. خدا را انکار کنی یا نه، او هست، مثل قله‌ای که در مه پنهان شده. مه می رود و قله پابرجاست و روزی این مه کنار می رود و حقیقت بی پرده در برابر ما خواهد ایستاد. و در قسمت سوم به این خواهیم پرداخت که خدا کجاست و چگونه ممکن است جهان هستی بدون یک مدبر به صورت تصادفی خلق شده باشد.